دوستای عزیزم راستی من خارج شدم بگیم که من یک چیز گفتنی بدم همین چیز از یاد برآمدگی بود گفتم که این چیزا در همین بین مردم بگیم که تو که برادرها بگیم از همون کاری کردگی خیچون راضی باشن برای همون ایران نگفته نمیشه ایران نگفته نمیشه انشالله خدا خواهد در کنفرانس بگیم که برادرها همه میوین برای این کاری که کردن برای خدمت هایی که کردن رفتن بگیم این کار انجام دادن دوستای عزیزی که وقتی در کنفرانس میوین بعد تخته پش غلطید رحمانوف دستی پهلوانو بولوش دیگه است در سالم یک گوسفند اینا میما در روز کنفرانس خدا خواهیم بچه بگیم یکم دیگه روزی کنفرانس بعد از گذراندن یک جا و جا شدن نفس ها خود شدن بعد یک نفس ها را کشیده توزه کردن بعد ایشالا گفت که هم گفت یک گوسفند یک گوسفند میخریم برای نمی کاری کردگیشون جوانو را برای کاری که انجام دادن یک گوسفند خوب بگیم که اینا میما در پیش پای بچه ها برای کاری کردگیشون در پیش پای بچه ها قربانیش میکنیم برای غلبه بچه ها برای غلبه برادرها که ما در این میدان سالها بگیم زیدی بیعقل می جنگه و این کنسا انشالله خدا خواه غلبش هم میکنیم اما برادرها که میوین در کنفرانس بگیم یک گوسفندی بوز بالای خش رو بگفتی همون گپو ایمان فکر شد دیگه این طرفش نکنه هیچ پابراتسکی برای کاری کردگیتون کاری انجام دادین برای این کاری انجام دادگیتون بگیم که یک گوسفند سالیموتون بود پول نیدیگ دمه دوزه میشینیم اما کسا ایشالا گفت که همون گپو میخریمش یک گوسفندی سر دنبا گفت که همون گپو نمیدونم گو یک خیزی میکنه ده گوسفنده یک گوسفند چی داره ده گوسفند اگر همین بچه ها که خورده که تونستین یک تشکو تمام شد گوشت بگن دیم شبو میارم برای نمی کاری کردگیتون این کاری کرده گفت یا اما ناید دید یخوا قصد کن او کاری نیست این کاری شما کرده او کاری نیست اگر همین صدقاً توبه کنید خدا میبخشه خلاص یک گوسفند برادرها خوردن بود کردن تمام شد کو با یک گوسفندی دیگه این برادر گفت سه تشکه اگر همین ده تشک خوردن تمام کردن سه ایم شبو خوردن است بردن نیست نکی خوردن چند قیمه خرید برادر نوریدین ریزایی خد دکو کلای زیروش قطیبی ها مرده گوری هم بیای یک گوسفند همی سر نکردن دیم شم میکشم همی یکمش در سر نکردیم او سر نکردم دیم شم میکشم همین گوسفند پرابلم نیست اکه برادرها بودن دوستا بودن مبارزا رفت و اومد شب با کلا گرفتن بگیم واقعا هم یک سهمی بگیم چی با دیگر دوستایی که بودن از دیگر جاها بگیم سهمای خودشون گذاشتن در این مسئله گذاشتن من ایجا نکنم بگیم که همچو یک برادر همچو یک مبارز همچو در این راه بگیم از همون ستارت قطعی بچه ها اومدن تو اینجا و من ایو را قدردانی نکنم ای بگیم که کیف نمیتبد برای همو من همون روز هم بچه ها که مسئله ها را حل کردن من گفتم که انشالله خدا خواه بعدی کنفرانس یا بچه ها میوین اینجا بگیم که یک گوسفند
اینا با موافق طلب شید گفتم مایل ده گوسفند هیچ گپ نداره اگرم بخرن یا تشتک سیر نکردن دیمش اینم خیلی برادرای عزیز دیگه سلامت باشین دوستای عزیزم با اینا برادرایی که باشن با یگان خدمت کردنی باشن اگر بگیم میگم که بی‌طرف نباشن اگر واقعا هم برادر یک گپی خوب گفت همش ما میتونم گفت که پولش راست میگه یعنی که ما خودمون بکنیم هم خودمون هم میکنیم گپ درون نیست پروست ما میگیم که شما هم احساسی در همه مبارزه بدگیتون بکنین ده شما هم احساس کنین شما هم پریژوات کنین شما هم خیلی بالشکای فوتبال میروند در فوتبال پول میمونن کو همه خیلی است ده یعنی شما بالشکای مبارزه هستین شما باید در این مبارزه بگیم احساس کنین ده همه مسئولیت دارین در گردنتون احساس کنین وطن شما است یعنی برای نمی قدر چیز است یعنی یگانی چیز نیست اگر فورا 5 گوسفند چون میکشم اگرم بچه‌ها بگم بکش گپ در سر گوسفند گپ در سر این نیست یکی ما میگم که برادر شما هم ثواب در شریک شین کم ما ثواب ما بگیریم بعد در قیامت شما چیکار میکنید ما بیش بریم شما دوزخ میره بیزید میشه زنده باشم وطن برادرای عزیزی که میین تا بگیم بچهای مبارزه انشالله خدا خواه همین یک گوسفند حلال کرده آمده استین از نامی بگیم که چیست پبراتسکی برای پبدای بچه ها قربانی زنده و سلامت باشین وطنای عزیزم پروست گفتم همین را بگم خونتون آباد